2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. براک جون جانم. تو با خانوادت زندگی میکنی؟ بله. موهاتو بالا بستی خوب شده. خیلی متشکرم. ولی با تو نمیشه. نه البته اینجا میشد بمونم ولی ممکنه فاجعه بشه. آره به آقا پویرازم که نگاه میکنم میبینم خونه اونم نمیشه، جهنمه، نمیشه خوابید، آتیش میباره. آقا گرگم بیاین خونه من بمونید. روی قایق تو دریا بمونم بهتر از اینه که بیام خونه تو. همه چی خیلی قشنگ شده مگه نه؟ ما چطوریم؟ شما هم خیلی قشنگی. میگم بیا اینه سلفی بندازی. آلپرشخم کجایی؟ بیا دیگه. حاضیران پیام داده. چی؟ حاضیران نمیتونه بیاد، فشار خونه با تو رفته بالا. ای بابا بیخیال دیگه، ما سلفیمونو بندازیم. 3 2 1. ببینم چطور شده. وای چقدر خوشگل افتادم تو عکس. اینو استوری میکنم بچه ها. ببینم. خب والا تو بیا برو حاضیران. اول حال تو خوب بشه بعد. چیزی شده؟ چی کار میکنی؟ استوری گذاشتن، به اون نگاه میکنم. هنوزم آماده یا تو خونه موندی؟ بی خیال، خیلی شلوغه اصلا. منم خستم، اصلا منصرف شدم، نمیرم. الان خیلی حالم بده که به خاطر من نظم زندگیت به هم خورده. آره درسته، اما خوابم هم میاد، اصلا حوصله‌شو ندارم، نمیرم. پس چی کار میکنی؟ یعنی منتظرت میمونم حالت خوب بشه دیگه، بعدش میرم خونه خالم. اینا نمیتونم. نگران نباش، الان سر حال میشم انشالله. لبخند بزن. چی کار میکنی؟ اینا همش خاطره میشه. در عرض 4 دقیقه 300 نفر سین کردن. اون اسکول چی؟ آره با تو هم سین کرده. وای اونم سلفی گذاشتن، ببین اینجا رو. هازینگتون. با هازینگتون و فشار خون بالا در بیماری و سلامتی. تو بیماری و سلامتی؟ آره اینو ببین، نگاه. این پسر شیطانه ها. نه بابا با تو پسر خوبیه. ما بریم به خوشگذرونیمون برسیم باشه.
ببین تو خوش باش، من الان میام. بی خودی داری خودتو اذیت میکنی. آلپر تو بگو چی کار کنم. خودتو اذیت نکن، چون که تو دوستش داری. برای تو راحت دیگه. راحته. پویرازی که من میشناسم دختری که دوستش داره رو با این مرتی که تنها نمیذاره. اون عوضی عمدن داره این کارو میکنه. قطعاً میخواد حاضیران همیشه پیشش بمونه. خیلی خوب. دیگه چرا منتظری؟ زود باش. تو چی گوش میدی؟ یه لحظه بیا. الان میام. من باید زودتر برم. خب تو خوش بگذرون باشه. میری پیش حاضیران؟ منم میام. من پرستارم، میتونم کمکتون کنم فشار باتو رو بگیرم. نه لازم نیست، تو اینجا خوش باش. پویراز اینجوری که به من خوش نمیگذره. من میخوام پیش تو باشم. باشه پس بیا. خب ما تنها موندیم دیگه. پیش حاضیران نمیمونم، خونه نداریم، بی خونه شدیم. صادق بیا خونه من بمون گرگم جان. برم خونه تو بمونم؟ من چطوری برم خونه تو بمونم آخه؟ تو همش گشنه آخه. یهو پا میشم صبح میبینم منو خوردی، در جا منو میبلعی. نمیشه صادق. خوب شده. آره اما لباس عروس من طراحی میکنم. باشه. این دیگه چی الان؟ این وقت شب؟ چقدر صدای بدی داره. پسر ترانه عاشقانه بزنی چه کوفتیه؟ داداش من فقط همینو بلدیم. لطیفی چیه؟ ذهنم من میخواستم یه لحظه رومانتیک باشه، اما این نصیبمون شده متاسفانه. آبجی برقصی. دیوونه شده. دیگه چی؟ دخترم چی کار داری میکنی؟ نگی برو. برگرد خونه زینب، خواهش میکنم برگرد خونه دیگه. لطیف اینو ساکتش کن. تو همینو بیار پایین. آبنومون رو تو محل بردی. شما مگه قهر نبودین؟ تو این خونه چی کار داری شما؟ ببین لطیف، اینجا کسی قهر باشه اون من و تو هستیم. عشقم من میخواستم بلندگوی شهرداری رو بیارم، اما نخواستم بگم اموال شهرداری رو برده استفاده میکنه. عشقم خواهش میکنم، کوتاه و مختصر ازت میخوام، خواهش میکنم برگرد به خونه. خیلی کوتاه و مختصر. به مختصر و کوتاه. من نمیذارم کسی خواهرم رو اذیت کنه. باشه بیا بریم، زود باش. بیا سلمان. زینب اوف. یه ترانه غمگین داری؟ دارم قربون. بزن ببینم. ای خدا. اوف. شیپورچی آورده. بعدش هم میگه شما کی با هم رشتی کردی. اینجوری هم شاخ در آورده. اینجوری نگاه میکنه. بس کن دلم درد گرفت. شیپورچی برای چی آقه؟ شیپورچی آی خدا. سلما معذرت میخوام، به خاطر اینکه نتونستم خواهر خوبی برات باشم. نتونستم عشقمو بهت نشون بدم. طرحاتو ازت دزدیدم. ازت معذرت میخوام. از صفر شروع بکنیم خواهر.
رویا اصلا باورم نمیشه این کارو کردی. حرفی نذارم بهت بگم. من چی کار کردم؟ این کارت خیلی زشته. خب من هنوز نفهمیدم چی کار کردم. نه یعنی اینطوری بکنی خودتو توی مخمسه میندازی. گفته باشم من هنوزم نمیفهمم چی کار کردم. تو چرا بیخبر اومدی؟ اونم با ایدیل. چی کار کردی؟ از با تو حفظم کردی؟ من اومدم ملاقات مریض. چیز دیگه ایم نمیدونم. آره حتما. خب چی شد؟ رفته بودین مهمونی و خوشگذرونی و از این حرفا؟ چی شد یهو؟ اومدیم ملاقات مریض خونت. خیلی متاسف شدیم. درسته آره. انگار من ازت ترسیدم. به ترسی خوبه. واقعا فشارش بالاست. واقعا میگی؟ یعنی گفتم که طبیعیه. تبتم چک کنم. نه ترس گازت نمیگیرم. یکم تب داره. چی داری میگی؟ صبر کن ببینم. آره یکم داغه. آره چیزیش نیست. بذارین من ببینم. برین کنار. هست بذار ببینمت. نه هیچیش نیست. تب داره. واقعا داره. آره من واقعا مریضم. واقعا حالم بده. منظورت از واقعا چیه؟ یعنی خیلی احساس مریضی میکردم. پرستارم که تایید کرد. آب لیمو برای فشارش خوبه. من برم بیارم. ای وای. آب میوه‌گیری نیست. با دستم آبشو میگیرم اما خب نمیشه. شد؟ شد. تو چی کاره ای؟ هیچی. تو چی کاره ای؟ هیچی. به پویراز نخ میدی؟ تو چی؟ من به پویراز خط نمیدم. به حاضران چی؟ تو چی؟ به تو مربوط نیست. درسته. خب کی میخوای اعتراف کنی حسودی میکنی؟ حسودی؟ آره یالا اعتراف کن. میدونیم که برای همین اومدی اینجا. من فکر کردم بهت گفتم واسه چی اومدم. اگه یاد بگیری که احساساتتو اعتراف کنی کارمون راحت میشه. اما منم تا اون موقع باید سعی کنم با تو کنار بیام. تو دیشب نتونستی بخوابی؟ نتونستم بخوابم. نخوابیدم. چرا؟ میدونی چرا؟ یه دوستی داریم که دستش در نکنه خودشو انداخت تو دردسر. منم تو کلانتری تا صبح منتظرش موندم. اما لیاقتشو داره؟ زیاد مطمئن نیستم. بودن یا نبودن.
مسئله این است انباشته شدم افکارمون خوبه یا مقاومت نشون دادن مقابل مشت‌های ظالمانه روزگار ظالم و نامرد و پرچم‌های عصیان بالا بردن مردن و فقط خوابیدنه؟ باشه گرگم جون، خیلی خوب دیگه. این بازی جرأت و حقیقت اونجوری که تو میگی نیست. گفتن جرأت؟ متوجه شدم. تو بفرما بشین، من توضیح میدم. به هنر و هنرمند اصلا احترام قائل نیستید هیچ کدومتون. شکسپیر اینو بدون. من ازت معذرت میخوام. یه شب خجالت آور دیگه. باشه، اون حتما تو رو میبخشه. مهربانان، کسی هست که عاشق صدف باشه بخواد بخوره بفرمایید. صادق آروم باشه. خب گورکم جان، وقتشه شیشه رو بچرخونیم دیگه. بچرخونیم شیشه رو. من جرأت رو انتخاب میکنم. حالا که جرأت رو انتخاب میکنی خانم، صدای بلبل وارتون رو نشون بدین که این صدا چجوریه. بگین برامون. باشه، من الان نشون میدم. من به هیچکی شکایت نمی کنم، دارم به حال خودم گریه می کنم. والا منم به درد خودم گریه می کنم. آره دیگه. چیه خب؟ نمیخواین تشویق کنین؟ آفرین. آخه شما چی سرتون میشه؟ صدف بنداز طرفش ها. زحمت شده. من بچرخونم. ملیسا، در مقابل این جرأت میخوای صدف رو بخوری؟ بخو ببین دلت پر چی. خدا. جرأت یا حقیقت؟ حقیقت. مطمئنی؟ خیلی خوب، فضا رو متشنج نکنین. باشه؟ تمومش کن. خیلی خوب ملیسا جون. تو تا حالا عاشق کسی تو این جزیره شدی؟ بله. به کی؟ وای، حتما ما میشناسیمش مگه نه؟ وای خدا، هر جا میرم آبرو ریزیه. ای خدا. تو داری ازم میپرسی که میشناسیش؟ گفتم که از جزیره است. جزیره هم که یه جای کوچیکه مگه نه؟ واسه همین حتما میشناسیش دیگه. آره. نمیخوای معرفیش کنی؟ اونه. من؟ چی؟
یه مدته که با بوراک رابطه داریم. آره. منو میگی بوراک؟ آره، به نظرم دیگه لازم نیست قایم کنیم. لازم نیست قایم کنیم؟ این حقیقت نداره که ها؟ حقیقت داره. آره حقیقت داره. دختر الان وارد مسیر اشتباهی شدی یا؟ شوخی بود مگه نه؟ آره شوخی بود. تبریک میگم. بزنین دست قشنگه رو. به خاطر این خوشحالی هم بیاین همتون صدف بخوریم. بیاین بخوریم. بفرما. خیلی خوبه. نه واقعا خیلی خوبه. بهتون تبریک میگم. از صمیم قلبم تبریک میگم. عزیزای من بیاین بغلتون کنم. وای خدا. بازم تبریک میگم. واقعا که شما خیلی به هم میایین. یعنی چی؟ چطور ممکنه توی خونه نی نباشه؟ بخور تموم کن دیگه. اینقدر ادا در نیار. نی نیست. ببین پرستار، دستت خیلی سنگینه. همین اولی کاری کلاهمون تو هم میره. من مریضم. طولش نده دیگه، بخور. اینطوری نکن لطفاً. پویراز ما بریم؟ نظرت چیه؟ بریم، ولی حاضران خیلی خسته است، بیخوابه. که چی؟ تو با این حال نمیتونی از این داغون مراقبت کنی. مراقبت نمیخواد، من حواسم هست. نه منظورم این نیست. این امشب خونه من بمونه. آره تقصیر منه که اینطوری شدی. یه جورایی میخوام از دلت در بیارم. خب نظر تو در این باره چیه حاضران؟ میشه. یالا را بیا. بیا ببینم. پویراز آخه اینطوری نمیشه. یکم قبل دستم از جاش کنده شد نه؟ گوش کن، صادقو میفرستم تو رو برسونه خونه. نه نمیخواد، من خودم میرم. اوکی به هم خبر بده. حاضران هازین تو هازین را بیاف بابا. هازی پویراز صبر داشته باشی دیل، صبر داشته باش. منو نگاه، جیکت در نیاد. فردا هم گم میشی، از این جزیره میری. پس میبینمت عزیزم. بای بای. فعلا خدا نگهدار. ملیسا جون، حتما چون اول رابطتونه یکم خجالت میکشی. آره من دیگه برم. یه چیزی بهتون بگم. در واقع میخوام یه اعترافی بکنم. خب چجوری بگم؟ من فکر میکردم که چیزی بین شما هاست. حتی خیلی وقت بود که تعقیبتون میکردم، ولی امشب فهمیدم که خیلی احمق بودم. داشتم اشتباه میکردم. دیگه خیالم کاملا راحت شد. ملیسا جون، آلپرتو رو میرسونه خونه. نه اصلا لازم نیست واقعا. نه مگه میشه؟ تنهایی نرو عزیزم. آلپر جون برسونش لطفا. خیلی خوب باشه. باشه. شب خوش. شب خوش.
ببینمت. الان یعنی خونه مال شماست؟ همش مال خودته؟ گرگم شما هیچ جا خوشت نمیاد. من چی بگم به تو؟ اینم درسته، یعنی من یه کمی وسواسیم. قبول میکنم، به این راحتی خوشم نمیاد. باشه بیاین پیش من بمونی. خستم کردی دیگه، اینقدر این پیشنهادو نده، ول کن دیگه. ای بابا ول کن. گرگم اینجاست، نگاه کن، بیا نگاه کن. اگه خوشت نیومد بذار برو. نگاه کن. من خسته شدم ولی تو خسته نشدی. باشه زود نشونم بده. یالا زود باش. دنبال من بیا. اینجا کمی تاریک نیست؟ گرگم شما بفرما، من روشن میکنم. دیگه چی؟ تو الان دست زدی؟ بله. اصلا نمیتونم باور کنم. صادق، این خونه مال توه؟ خب وقتی روزی 5 کار کنی میتونی بخری، چیزی نیست که. تو خیلی یعنی من برای اولین بار به این خونه میام؟ والا شما که نیومدی هیچ کم مثل شما به خونه ما نمیاد. احمق هستن، چرا نمیان؟ خونه محشره. یه کارایی کردی دیگه. نمیتونم باور کنم. مبلش عالیه، من خیلی دوستش دارم. کاناپه. خیلی خوشم اومد. آره خیلی خوشی. به نظر من دیگه از این به بعد هم خونه هستیم صادق. یعنی این خونه لیاقت منو داره. پولش هر چی باشه میدم. 2000 لیر. چی؟ اجاره باشه. هر هفته. باشه. چی؟ باشه شوخی کردم، هر ما رو میگم. آقا گرگم لطفا این بچه بازی نیست که. باشه بابا. پس بوراک. آره؟ اصلا نمیتونم باور کنم. مجبور نیستی باور کنی آلپر. اصلا به همچین چیزی نیاز نبود. فکر میکنی به خاطر تو کردم؟ به خاطر من یا بیرجیک، به خاطر هیچکی نیاز نبود بکنی. من دارم به زندگیم ادامه میدم آلپر. بوراک خیلی شیرینه. ما یه مدت داریم با هم قرار میذاریم. اصلا تلاش نکن، چون باور نمی کنم ملیسا. تو چرا داستان دبیرستان رو تعریف کردی؟ عاشق من بودی و نتونستی بهم بگی. چرا الان؟ هیچی، یعنی دلم خواست تعریف کنم. همین. من و بوراک خیلی خوشحالیم. شما هم خوشبخت بشین. اوف. پویراز، تو چرا نخوابیدی؟ چراغتون روشن بود، یعنی خواستم مطمئن شم به همدیگه حمله ور نمیشید. میتونم بیام؟ البته. من با اون درگیر نمیشم. میتونی با خیال راحت بخوابی باشه؟ من میخوابم، اما تو چرا اومدی؟ چراغ خونت روشن بود.
حاضران تو حرف منو باور میکنی درسته؟ تو کدوم موضوع؟ میخواستی چی باشه؟ همین مرتیکه رو میگم دیگه. باور میکنی یا نه؟ اینو به هم بگو. ببین اون واقعا آدم بدیه، نذار دوباره تکرار کنم. پویراز شما در مورد چی حرف زدین ها؟ بی خیال. نمیتونم بی خیال شم. اون چی تعریف کرد؟ پویراز درباره گذشته ها حرف زد؟ آره؟ حرفای عجیب و غریب زد. پویراز تو واسه همین اونو زدی؟ پویراز هیچ نیازی نبود، واقعا هیچ نیازی نبود. یعنی اون یه وضعیت مزخرف بود. با تو و بیرجیک دوست بودن، یه گروه دوستانه داشتیم، همه گفتن مناسب هم هستین، چند بار غذا خوردیم، چند هفته پیام دادیم، همین. یه امتحانی کردیم نشد، من حتی یه بارم دلم نخواست برگردم. باشه نیازی نیست که توضیح بدی، اما مجبورم میکنی توضیح بدم. بین من و اون هیچی نبود. ببین موضوع این نیست، اینه که تو به همچین آدمی ارزش میدی و میذاری وارد زندگیت بشه، حتی برای یه مدت کوتاه. پویراز هیچ معنایی نداره، هیچ وقتم نداشت. اون یه پسر عجیب غریبه که فکر میکنه میتونه داستانی بانمک تعریف کنه، همین. یعنی معلومه برای تو هم چیزایی تعریف کرده که واقعیت نداشته. پویراز لطفاً جدی نگیر. ببین ازت خواهش میکنم، لطفاً. خب الان منو میخوابونی؟ ساعت 12 شده؟ آره، مگه چی شده؟ هیچی. من خیلی خستم. میدونم. دیشب همش به تو فکر میکردم. منم به تو. پویراز من فقط آرامش میخوام. پس zut baş çeşmatı bebend. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş sonuna. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.
میخوای کمکت کنم؟ منو نگاه. اگه میخوای درباره من چیزی بدونی از خودم بپرس. برو گم شو بخواب، فردام گورتو گم کن. مبارک. عزیزم رنگ و روت حسابی پریده. خدا لعنتشون کنه. به جزیره اومدن آرامشمون ازمون گرفتن. مادر بزرگ ما چه حرفی زدیم؟ بهت نگفتم ناراحت نشو، من واقعا خوبم. خوبی درست عزیزم؟ خوبم. میدونم همه میترسن من اون پایراز سابق بشم، اما نه دیگه، من خوب شدم دیگه، همچین چیزی نمیشه. خدای بزرگ همه جا حفظت کنه انشالله. هر کسی غمگینت میکنه ازت دور باشه انشالله عزیزم. صبح بخیر. همونیه که زدم لهش کردم. نه انشالله همیشه صحیح و سلامت باشین. صبحتون بخیر باشه. مادر بزرگ من اینو بدرقش کنم به من میگه دوست تو قلبم پروانه ها پرواز میکنن. نیشه تو پروانه ها کجا پر میزنن؟ تو شکمم. دیگه زمان خداحافظی رسیده آره؟ ببین گورتو گم میکنی، از این جزیره میری و دیگه هم اینجا نمیای. به حاضرانم دیگه زنگ نمیزنی. راستش اگه اینا رو به صورت کتبی بنویسی و بگی نباید چی کار کنم خیلی خوشحال میشم. خیلی خوب، داریم میریم. یعنی میگی حاضران و یار بقیه نمی کنم، درسته؟ تو هنوز عاقل نشدی نه؟ عاقل شدم عزیزم. صبح بخیر. صبح بخیر. صبح بخیر. خب همه چی رو به راهه؟ دارم میرم. عالیه، کار درستی میکنی. آره اگه قسمت باشه عباس امشب راهیه. برم با بازاریام یه خدافزی بکنم. بیچاره ها ناراحت میشن، نمیشه کاریش کرد. ولی به یه صبونم نمیتونم نبگم. خیلی خوب باشه، تو اینجا منتظر من باش، من الان میام. تو که صبونه خوردی نیازی نیست با ما بیای. آره خوب. به خدا میسپارمت مرد جدی. این صبونه از کجا در اومد؟ معلومه که صبونه نمیخوریم. من یه حسابی دارم که باید باش صاف کنم. باشه کسی نمیتونه درباره من از این حرفا بزنه. من دهنشو سرویس میکنم که دیگه نتونه یه جمله حرف بزنه. باشه پس خوبه. آره در ضمن امروز کسی منو ناراحت نمیکنه. مگه امروز چی شده؟ هیچی. این گردنبندو تو خریده بودی، بعدش انداخته بودیش آشغالی. خیلی بهت میاد. ممنونم ازت. باشه پس میبینمت.
واقعا برای تو صادق؟ ای بابا، هر کی میاد میره میپرسه اینجا برای توی، خب برای منه دیگه. ملیسا بیا دختر بیا، ببین من اینجام، بیا بیا. بدبختی. عزیزم به باهامای پایین دست خوش اومدی. واقعا تعجب کردم. ببین دوست پسرت هم اینجاست، موهاشو جمع کرده، نگاه نگاه. خب میبینمت. سلام، چطوری؟ چیزه براک، خیلی معذرت میخوام. نه بابا مهم نیست، فقط اگه زودتر میدونستم بهت کمک میکردم. البته بعد دوزاری مفتد. چی رو فهمیدی؟ چی رو بفهمی؟ خب تو آلپی رو دیگه. یعنی چی؟ بابا ببین ما که غریبه نیستیم ها، قرار جلسه تشکیل بدیم، واسه همین جمع شدیم، با هم مشورت میکنیم ها. آخه من چرا باید همیشه گند بزنم ای خدا؟ فقط من یه چیزی بگم، من از همون اول میگفتم شما به هم میاین، نه یعنی چند سال بود که میگفتم به هم میاین، یعنی از همون اول میگفتم به هم میاین. والا به نظر منم خیلی به هم میاین ملیسا. البته عزیزم، آلپر و ملیسا یه زوج فوق‌العاده میشن، یه زوج فوق‌العاده. معلومه بابا، دیوید بکام و ویکتوریا بکام شدین ها. دقیقاً دوستان، من و آلپر و بیریجیک. نه اینطوری نمیشه. ولی عزیزم تو به دروازه خودت گل زدی، تو چرا اینجوری میکنی آخه عزیز دلم؟ دختر جوری نگاه کرد انگار میدونست. ترسیدم چیکار کنم. اون لحظه هر کیو میدیدم میگفتم مثلا اگه صادق بود میگفتم صادق. الان وای چیزه، من افتخار کردم، خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم، نمیدونم باید چی بگم. چیزه من برم ساحل بستنی بفروشم، کسی دلش بستنی میخواد براش بیارم؟ خدا لعنتت کنه، چقدر همه چی داشت خوب پیش میرفت فوراً خرابش کردی، فوراً میری سر کار، فوراً. بستنی نمیخوایم آقا، شما میخوای؟ نمیخوای. پس ای کسانی که نمیتونید بستنی بخرید، ای دوستان عزیزم، داریم این جلسه رو تشکیل میدیم. موضوع بهتون میگم. خب موضوعمون عشق آلپر و ملیسا است. گفته باشم دلتون برام تنگ میشه. ای وای، میخوای جدی حرف بزنی نه؟ تو به پویراز دقیقاً چی گفتی؟ آها، فکر میکنم حرف زدی. تو چیزایی که بینمون اتفاق نیفتاده رو چطوری تعریف کردی ها؟ حاضران، خواستم ازت محافظت کنم. پویراز رو امتحان کردم، خواستم ببینم تو رو دوست داره یا نه، واقعا تو رو میخواد یا نه. یه کمی زیاده روی کردم آره، ولی قصد بدی نداشتم. ببین تو خیلی از این شوخی ها میکنی، نکن. پویراز همچین کسی نیست، جدی میگیره. بعد از اینم از همدیگه فاصله میگیرین، باشه؟ میدونم داری میری ولی بازم بهت میگم. باشه مشکلی نیست. در ضمن دیگه هیچ وقت درباره من به کسی از این جور حرف و یه دروغ نمیزنی. حاضران. چه حاضرانی؟ حاضرانی در کار نیست. تو نمیتونی اسم منو تو این بازیای مسخرت به کار ببری. قربان به یک شکل مناسب خودم رو مجازات میکنم، هیچ شکی در این نداشته باشین. نخواستم شما رو ناراحت کنم، لطفاً منو ببخشین. تو واقعا نرمال نیستی. آشتی کردین؟ ما قهر نیستیم، مگه بچه ایم؟ ببین برای آخرین بار بهت میگم دیگه نمیخوام همچین چیزی رو بشنوم. الانم برو به سلامت. صبونه چی شد؟ خودت بخور، گرسنه نیستم. خدافظ. عجب، یه خداحافظی خشک و خالی. حاضی این ما هستی؟ این براسنده ماست واقعا ها؟ خاله جون میفهمم سفارشت آماده است، ولی منم الان تو مغازه تنهام، نمیتونم اینجا رو ول کنم بیام که. میفهمم شما مهمون داری ولی منم مشتری دارم. ای بابا، نوش جونتون. خاله جون باشه من خودم یه جوری حلش میکنم، میارمش. باشه
صبح بخیر. صبح بخیر. چه خبر؟ دیشب نیومدی؟ تو هم سراغمو نگرفتی؟ من راستش خیلی منتظرت موندم ولی بعدش دیگه خوابم برد. فهمیدم. میخوای چیزی بخوری؟ نه، یعنی من اومدم ببینم یادت هست یا نه. چیو؟ مهم نیست، بعداً میبینمت. باشه میبینمت. کلن امروز یه کمی بی‌اعصابه. چطوری تو با تو؟ خوبم بیرجیک. نمیتونیم هم دیگر رو ببینی؟ آره میتونم، ولی چرا دیشب نیومدی؟ این چمدون چیه؟ نکنه داری برمیگردی؟ نمیدونم، یعنی شاید برگردم شایدم نه. میدونی این چیزا به قسمت مربوطه. با تو میشه قبل از اینکه بری یه چیزی ازت بخوام؟ یعنی به هم نیاز داری بیرجیک، درسته؟ بگو ببینم، گوش میدم. آره من باید یه سفارش ببرم. میشه نیم ساعت جای من وایسی؟ قول میدم زود برگردم. باشه؟ لطفاً 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 تو رو خدا. خیلی خوب باشه، نیم ساعت میمونم. ولی خب باید چی کار کنم؟ خب چیزه، همه چی تو ویترین هست. من چایم دم کردم، قهوه ترکم هست. این وقت روزم زیاد مشتری نمیاد. من فوراً سفارشو میبرم و برمیگردم. باشه؟ یه دونه ای. من اینجا چی کار کنم؟ بای بای. چیزی میل داری؟ به نظرت خیلی عصبانی میشه؟ تا امتحان نکنی نمیفهمیم، ولی باید صادق بود. انشالله که عکس العمل بزرگ نشون نده. ببینیم. نهیر میرم هتل، اونجا صبونه میخورم. باشه دیر نمی کنم، طوریمم نمیشه. بله مامان جون، به خاطر گرماه. تازه لباس سیاه نور خورشید رو جذب نمیکنه. کل لباسام هم سیاهه. همینطوری هم ادامه میدم. اگه سوال دیگه ای داریم بفرمایید. من میرم داخل، سریع الان میام. بیا دخترم، بیا بشین یه دقیقه. خیلی دیرم شده. دخترم بیا 2 دقیقه بشین، میخوام یه چیزی بگم. الان میدونیم ما سالهاست اینجوری تنها زندگی میکنیم، درسته مامان جون؟ خب اینطور بگم که یعنی راستش ربطی به این نداره، ولی من نمیدونم چطور باید بهت بگم. نهیر مامان چیزی شده؟ نه دخترم، اتفاقی برای کسی نیفتاده، ولی من فقط تصمیم گرفتم به یه نفر یه شانس بدم. چه شانسی؟ نفهمیدم. من با یه نفر قرار گذاشتم. قرار بذار مامان. به من چه؟ با یه مرد. یعنی برای اینکه همدیگر از نزدیک بهتر بشناسیم. مامان تو دوست پسر داری؟ دخترم این چه حرفیه؟ دوست پسر چیه؟ یعنی اگه همه چی خوب پیش بره من نمیدونم چی میشه. کیه مامان؟ کیه؟ زود باش بهم بگو کیه؟ فاتح. همون فاتح دامپزشک؟ همون فاتح دامپزشک. مامان ببین به هیچ وجه نمیشه، فهمیدی؟ به هیچ وجه نمیشه. اگه کسی وارد این خونه بشه اون موقع من میرم. گفتم که بدونی به هیچ وجه دیگه از این حرفا نزن. راستش به نظر من برای اولین بار خیلی خیلی خوب بود. مثل اینکه روزای سختی در انتظار منه. ما در انتظار ماست. دیگه با هم هستیم. صبر کن. بله مامان کجایی؟ با سلما هستیم، حرف میزنیم. حرف میزنی؟ شما کی آشتی کردین؟ مگه دعوا نکرده بودین؟ ما دیگه آشتی کردیم. خوبه، خوشحال شدم. خب چیزی هست که بخوای بهم بگی مامان؟ مثل چی؟ نمیدونم، تو باید اونو حدس بزنی. نفهمیدم حاضران، تو چی داری میگی؟ من فهمیدم مامان. ممنونم، خیلی خوب فهمیدم. اوی بابا چی شده؟ میگه فهمیدم، میگه من نفهمیدم، میگه من فهمیدم. یه چیزی گفت ای بابا مگه هیچی نفهمیدم. بیا بگی بشین. خوشحال شدم زنگ زدی. بابا تو چطور گذشت؟ یه چیزای اتفاق افتاد، بی خیال. امروز برمیگرده. آها.
فهمیدم. ببین، دیروز خیلی تحقیق کردم. تو استانبول یه دکتر هست، تو کارش حرف نداره. میخوام تو رو پیش اون ببرم. وقت گرفتم. تو؟ میخوای منو ببری استانبول؟ آره. اما تو خیلی وقت استانبول نرفتی، اصلا دوست نداری بری استانبول؟ عیبی نداره، سلامتی تو مهمتره. پایراز خیلی ممنونم، واقعا مرسی، ولی یعنی اصلا استانبول نرفتیم هم نرفتیم، چون من همینجا درمان میشم، احتیاجی نیست بریم استانبول. من نمیخوام که تو اعتراض کنی. این مرد بهترین دکتره، ما میریم پیشش. باشه؟ من نمیدونم چی بگم. تو نگران نباش، ما با هم از پس این بیماری برمیاییم. حتما. میموندی؟ نه، یکم کار مهم دارم، بعداً با جزئیات حرف میزنیم. کجا میری؟ بیا اول اینا رو بخوریم بعدش. مادر بزرگ دست درد نکنه، ولی خیلی دیرم شده، شما اینجا بشینین. اما اینجوری نشد. بگذره، موفق باشی. آی دخترم، چی شده؟ خاله، من یه کار خیلی بد کردم. عزیزم چی کار کردی؟ باشه، ناراحت نشو. همه چی یه راه حلی داره. باشه، به هیچ وجه گریه نکن. راستش باید این چیزی رو بگم، باید یه اعترافی بکنم. باشه بگو. Annemden uzak duracaksın. Nehir'cim. Nehir جون، خجالت نمیکشی مامانمو گول میزنی؟ اینطوری نگو، با گول زدن چیه؟ نهیر جون نگو. ما فقط هنوز که چیزی اتفاق نیفتاده، اتفاقم نمیفته، فهمیدی؟ هنوز چیزی نشده که. خوشگلم، قراره ما یه شوم بخوریم همین. من خوشگل تو نیستم، با هم دیگه هیچ نسبتی نداریم. برو برای خودت یکی دیگر رو پیدا کن، وگرنه مغازتو به آتیش میکشم، واقعا آتیشش میزنم. اوه، بهترین دوستم چه خبر؟ اصلا خوب نیستم، بهترین دوستم. در ضمن یه کمی هم از دست دلخورم. آها، منظورت ماجرای دعوا با پویراز نه؟ ببین، ازت خوشم میاد، آره، ولی داداش پویراز من برام خیلی با ارزشه. حق داری، ولی من و پویراز راجع به این موضوع حرف زدیم و مشکلمون حل شده. بعد از اینم همچین چیزی نمیشه. منم معذرت میخوام که ناراحتت کردم. اوه، ولی تو خیلی ناراحت هستی. بیا اینجا ببینم. بیا اینجا بشین. بیا. تو باید یه چیزایی بخوری که روحیت بهتر بشه. قربان، میشه برای ما یه چای سرد بیاری؟ چشم آقا، با تو فوراً میارم. خب تعریف کن ببینم. انگار کشتیات توی دریای سیاه غرق شده. چی شده؟ مسخره بازی ای مامانم دیگه. میخواستی چی باشه؟ میدونی مادرم بعضی وقتا مسخره بازی در میارن، مثل همه. خب بالاخره اونا هم آدمن، نباید زیاد اذیتشون کرد. پس مثل آدم درست رفتار کنن. اینو امتحان کن، ببین خوشت میاد؟ خوبه. معلومه که خوبه. این بود از چرخ تا الان بهترین چیزی است که توی دنیا کشف شده. بازم عصبانی شدم. اینو کجا گذاشتم؟ چی بازی میکنی؟ بازیش جنگیه. ببینم چیه، منم میخوام بازی کنم. این دیگه اونو دانلود کنم؟ باشه. یه روز من فقط خواستم یه روز خوشحال باشم، نمیشه؟ نه، یعنی کی دوست نداره؟
کی نمیخواد تولدشو جشن بگیرن و اونو فراموشش نکنن؟ اما نه، هیچ کسی به یاد نیاورد. نه خالم، نه مادرم، نه دوست صمیمی خودم، نه دختر خالم. یعنی به جز چند تا تبریک اتوماتیک مارکا از استانبول کسی تولدمو تبریک نگفت. میتونی باور کنی؟ اما من صبح با هیجان بیدار شدم و به خودم رسیدم و آرایش کردم. اما خوشگل نشدم. نگاه کن، خوشگل نشدم. نه، یعنی بین من و پویراز هم دیگه مشکلی نمونده. ببخشید با تو هم داره میره. یعنی دیگه باید چی بشه؟ من نمیفهمم. یعنی دیگه مانعی سر راهمون وجود نداره. فکر کنینو توی روز تولدم چی بهتر از این میتونست باشه که با پویراز قرار بذارم. اما نمیشه. چرا نمیشه؟ نمیدونم چرا نمیشه. چون که حاضیران بدبخته. اما حق با من نیست. عمو من گوشم نمیشنوه. تو حرفتو بزن. راحت باش دختره. خوب هستی انشالله. خوبم. احتمالاً همینه. به نظر من بروک و ملیسا با هم ازدواج کنن. آره البته اگه آلپرینو تو لباس عروس ببینه که لباس عروس هم خیلی محشره، یهو خشکش میزنه، بزرگترین شوک زندگیشو تجربه میکنه و فوراً همونجا بیریجیکو ترک میکنه و میره سمت ملیسا. من الان چیکار کنم واسه اینکه آلپر حسودی کنه با بوراک ازدواج کنم؟ داداش من تو استانبول دوست دختر دارم قربونت برم. چیه؟ تو چقدر موزی هستی؟ این که خیلی بد شد. آدم الان میگه آخه. ببینین به نظرم خیلی مسخره شد. بی خیال. به نظر من یه بستنی بخوریم راحت بشیم. بس کن. تا اینجام رسید. واسه چی سر صابخونه داد میزنی؟ مگه نمیبینی وضعیتو؟ ببین همش هی میگه بستنی چاقالوه. چاقالوی من ناراحت شدی؟ به خاطر پول نونه؟ باشه حالا که اینجوریه یه دونه بستنی میخوریم. 5 لیر بدی. والله اون دستتو میشکرم و الان میگه 5 لیر. اینقدر از این 5 لیر رو جمع کردی این خونه رو تونستی بخری. ای بابا حساب کاکا برادر. برای شما هم 2 تا اسکوپ میزنم. باشه صبر کنین الان برمیگردم. حساب اومدم. عشق یه چیز دیگه است. یعنی فرق داره. لعنت به اون روزی که عاشقش شدم. آلپر دیگه. آخه آدم عاشق دوست دوران بچگیش میشه؟ نمیشه. ما با هم تو ماسه ها بازی میکردیم. ملیسا اصلا گریه نکن. تو خودت باعث این اتفاقات شدی. میری بی خودی جوگیر میشی اونو میبوسی. ای بابا این کافی نبود؟ این پسره هم میگی دوست پسرمه، اونو بدبختش میکنی. واقعا نمیفهمم چقدر آدم میتونه اشتباه کنه آخه. آره بوسیدمش. ولی چرا بوسیدم؟ چون که اعتراف کرد، گفت تو دبیرستان عاشقم بوده، وگرنه نمیبوسیدم. ولی عشقم تو هم اینو نمیفهمی آخه. تو رو خدا. ای خدا. بعد اومد گفت میخوام ببرمت استانبول. گفت اونجا یه دکتری هست که میتونه درمانت کنه. منم دیگه نفهمیدم چی کار باید بکنم. دیوونه شدم. فکر کردم اگه اینجوری بهش بگم عاشقم میشه، به محبت میکنه. اگه فکر کنه مریضم دوباره میاد سراغم. این کارو کردم برای اینکه محبتشو جلب کنم. نمیدونم الان باید چی کار کنم. خاله عالیه دارم دیوونه میشم. خاله عالیه مگه این بچه بازیه؟ ها؟ تو چه حقی داری که احساسات نوه منو به بازی میگیری؟ تموم شد ایدی، تموم شد. همه چیو به پویراز میگم. دیگه هیچ وقت نمیتونی پیشش بیاد. خالالیه یا ورسانا دیگه. یه برو میستم میزنم نمیمیره. فرار کن بابا، فرار
گلوله من تموم شد. باشه صبر کن الان میخرم. عقب نشینی. راستی تو این بازی رو با همه بازی میکنی؟ نه همیشه تنها بازی میکنم. با پویراز چی؟ نه اون از این چیزا خوشش نمیاد. یعنی نفهمیدم دقیقاً چه چیزایی. از اینجور خشونت خوشش نمیاد دیگه. آها تو از این ماجرا حرف میزنی. تو میدونی؟ معلومه که میدونم عزیزم. برای منم تعریف کرد، ما حرف زدیم. چی تعریف کرد؟ درباره اون روزا تعریف کرد دیگه. خیلی روزای سختی بود، خیلی ناراحت شد. آره فکر کن داداش پویراز مدام تو جزیره دعوا میکرده، همش دعوا میکرده. اصلا این کارا برازنده داداش پویراز نیست اصلا. آره اصلا درست نیست. چرا اینطوری بوده؟ به خاطر چیز بوده؟ به خاطر چیز بوده، مشکل خانوادگی بوده. منم دقیقا نمیدونم، زیاد اینجا حرف نمیزنن. بله درسته که مشکل خانوادگی درسته، ولی به نظر منم نباید درباره این چیزا کسی حرفی بزنه. آره بابا زندان افتادن خیلی چیز بدیه. گفتی زندان؟ آره 6 ماه تو زندان بوده دیگه. گفتی که میدونم. معلومه که میدونم ولی نمیدونستم که 6 ماه بوده. من الان خیلی ناراحت شدم. راستش اصلا همچین آدمی نیست. اصلا هم همچین آدمی نیست. مشکلات تموم نشد. اومدم تو هتلم. کجایی پویراز؟ تولدت مبارک حاضران. پویراز تو نمیتونم باور کنم. تولدت مبارک. خوشحالم که هستی. این یه خوابه و من یکم دیگه بیدار میشم، چون که من اینو تجربه کردم. من اینو قبلا تجربه کرده بودم. نه این خواب نیست. تو چطوری؟ یعنی از کجا؟ من بهت نگفته بودم. تو به من نگفتی ولی من فراموش نکردم. وقتی داشتیم میرفتیم هتل رو بخریم تاریخ تولدت رو روی کارت شناسایی دیدم. از اون روز توی ذهنم بود تا امروز لحظه شماری میکردم. نه این حتما یه خوابه. من اگه چشمو باز کنم بیدار میشم. آره این خوابه. حاضران این خواب نیست. اما من و تو قراره یه رویای واقعی رو تجربه کنیم. جفتشونم فراموش کردم. بی خیال. ما به هیچ کسی نیاز نداریم. من خیلی خوشحالم پویراز. دیگه تموم شد. بعد از این همیشه با هم هستیم. به کاغذها نگاه کنی. همونایی که اون روز اینجا مخفی کردیم بازشون کنیم. اصلا باز نکردیم مگه نه؟ معلومه که نه. تو نگاه کردی؟ معلومه که نه. ببینیم çe آرزویی کردیم. صبر کن. همزمان با هم. زود باش. Gel, yapraklarım solmadan, narlar olmadan gel. Gün devrilmeden, yeşil erik beyaz örtüye konmadan gel. Doya doya seviş
تو بهترین هدیه منی. امروز بهترین روز تولدم. چی کار میکنی؟ میخوری؟ معلومه که باید چی کار کرد. کسایی که باید دست به کار بشن هم مشخصه. واسه همین به نظرم بیشتر از این کشش ندی. میخوای کمک کنی جداشون کنی؟ یعنی تو دلت نمیخواد با پویراز باشی؟ آره. تو نمیخوای با حزیران باشی؟ خب خوب میشه، اوکیه. باشه، تو این کار با هم همکاری. حزیران خیلی دوست دارم. اینو همیشه بهت میگم. من عاشق تو هم. منم تو رو خیلی دوست دارم. منم عاشق تو هم. یه کسی نمیتونه ما رو از هم جدا کنه. هیچ کس. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Beyaz ol, cezama itiraz. Kalbim ıslı durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör olur bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim nitelik. Yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik, artık anla. Bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda görünce. Yaz erken gelir,
buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift dışarı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce.